تو این ویدیو قراره بر ظلمت جامعه روشنایی بپوشانیم، از غم و اندوه تاریکی بگریزیم و بر ره پیش رو نور بیفشانیم. خلاصش میشه قراره هدلایت بسازیم. اگه شما مثل من اهل سفر و کمپ و اینجور چیزا باشین یا شغلتون جوری باشه که مثل بتمن در تاریکی به روشنایی خدمت کنید، باید با واژه‌ای به نام هدلایت آشنایی داشته باشین. هدلایت ها معمولاً چیزایی هستن که برای خیلی کارا لازم میشه و مثل بقیه چیزایی که خیلی ساختنشون آسونه و گرونن، هدلایت ها هم از این قاعده مستثنا نیستن و گرونن. بنابراین سلام رفقا، خیلی چاکریم. حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به ویدیوی جدید. من سپرم، اینجا کانال سلف ساز، جایی که ترجیحاً همه چیز رو میسازیم به خاطر اینکه ارزون تر در بیاد. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموشتون نشه و لیتس گو. برای این هدلایت اولین چیزی که احتیاج داریم LEDه. طبق چیزی که من برنامه‌ریزی کرده بودم، قراره از این پاور بانکی که توی ویدیوی قبلی ساختیم استفاده کنیم. ویدیوشو اگه ندیدین بریم ببینید. بنابراین به LED هایی احتیاج داریم که بتونن با برق 5 ولت کار کنن، ترجیحاً مصرف کمی داشته باشن. یه دوست عزیزی، من این LED ها رو داخل پاساژ امجد خریداری کردم، یه دوست عزیزی به من گفتن که این LED ها هر کدومشون 20 میکرو آمپر مصرف میکنه. بعد ما تست گرفتیم، دیدیم که 6 دهم آمپر مصرف میکنه. طبق محاسباتی که بنده انجام دادم، پاور بانکمون ظرفیتش 4400 میلی آمپره و طی 100% شارژی که بشه حدوداً 2 ساعت و 20 دقیقه باید بتونه اینا رو مدام روشن نگه داره. کاری که باید با LED همون انجام بدیم اینه که باید پایه های مثبت رو به مثبت، منفی رو به منفی لحیم کنیم. هیچ چیز خاصی نداره، چند تا تیکه سیم همینجوری که میبینید لحیم میکنیم، مثبت به مثبت، منفی به منفی. چیز دیگه ای که احتیاج داریم هیت سینکه. هیت سینک ها وظیفه‌شون خنک کردن موضعی یه چیزیه که داره گرما تولید میکنه. خیلی قشنگ توضیح دادم، حال کردی؟ هیت سینک ها معمولا برای LED ها یا چیزایی که حرارت تولید میکنن استفاده میشن و تو ابعاد و اندازه‌های مختلفی هستن. این یه هیت سینک خیلی بزرگتری بود که من با سنگ فرز و اینا بریدمش، کوچیکش کردم که بتونیم توی قابمون جا کنیم. و مورد بعدی لنز احتیاج داریم. این LED ها از اونجایی که LED های خیلی حالا پر استفاده ای هستن، یه سری لنزای مخصوص اینا هم هستش تو بازار. منتها مشکلی که داره، من یه جا فقط پیدا کردم که این لنزا رو داشتن و با کلی خواهش تمنا که آقا تو رو خدا من میخوام اینا رو امتحان کنم، میام ازتون 200,000 تا میبرم و اینا، چند تا دونه با 1000 منت به بنده دادن، دستشون درد نکنه. 2 مدل من گرفتم. یه مدل این کرو روش خیلی تیزتره که نور رو متمرکزتر میتابونه و یه مدل دیگه هم هستش که یه مقدار اون کروش کمتره و نور رو یه مقدار پخشتر میتابونه. بعد از لحیم کردن LED هامون به هم دیگه، یه اندازه‌گیری نهایی احتیاج داریم و باید یه مقدار سعی کنیم ابعاد بزرگتر در نظر بگیریم که کارمون کامل بتونه جا بگیره و با ابعادی که اندازه‌گیری کردیم یه باکس باید براش طراحی کنیم. مجدد مثل همه ویدیوهای گذشته فایل طراحی شده کورل این ویدیو رو هم بنده داخل کانالم میذارم. به این معنی نیستش که فقط باید از این فایل استفاده کنید، نه، شما خودتونم میتونید طراحی کنید. حالا ابعاد و اندازه LED یا هیت سینکی که میخواید داخلش بذارید، اینو من 3 تایی طراحی کردم، شما میتونید 6 تایی، 10 تایی، یه دونه‌ای هم براش طراحی کنید و بسازید. و بعد از کامل شدن اطلاعاتمون تو این زمینه‌هایی که عرض کردم خدمتتون، میریم باکسمون رو بسازیم. بعد از کامل شدن باکس هدلایتمون، این قسمت رویش رو نمیچسبونیم، کار داریم داخلش. به یک عدد کابل USB یه سر باز احتیاج داریم. این کابلای USB رو خیلی جای زیادی میفروشن، اصلا چیز خاصی نیستش، میتونید راحت تهیه کنید. 4 تا رشته سیم داره. 2 تا رشته سیمش مال دیتاست، 2 تا رشته سیمش مال برقه. یه سرچ ساده که توی گوگل بکنید متوجه میشید که سیم قرمز و مشکی مال جریان برقه. بریم اینو لحیم کنیم روی کارمون. و برای زیر LED ها من از چسب استفاده نمی کنم، خمیر سیلیکون میزنم که
حالا این حرارت LED هم بهتر به هیت سینکمون انتقال پیدا کنه. بعد از مرحله لحیم کردن سیم به برد LED مون احتیاج داریم به کش تنبان ترجیحاً 4 سانتی و چرخ خیاطی مادر بزرگمون که میزان زیادی، مقادیر زیادی جیوه قرمز توشه و 3 میلیارد میارزه. کشو دور سرمون اندازه میکنیم ببینیم چقدر خوب وای میسه. بعد از اینکه اندازه کردیم میبریم و مراحل دوخت و دوزشو پیش میگیریم. دلم میخواد همین چرخو آن مرد با هدلایت آمد. اینم در نهایت شد نتیجه کار. خیلی نورش زیاد. پشیمونم یه ذره از شدت نورش، یعنی خیلی شدت پرتاب نور زیادی داره. ویدیو این پاوربانک رو اگه ندیدین پیشنهاد میکنم بریم ببینین. یکی از چیزایی که با این پاوربانک کار میکنه اینه. باز هم با این پاوربانک کار داریم. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید و لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. تا ویدیوی بعد سازنده بمونید. بدرود.